جاب نارنجی رزخار نارنجی فراری گوا شدم ز دست نارنجی فراری گوا شدم ز دست نارنجی بله بله ابرویک میزنه مثل مرغ بدی شتن گیلا شتن جانجار خیلیته راستی شکر جانو تو جوره ماما جا باسه کنی خوریته بر من مثل عله بوله نکنی پیش ندیم رخ برخ بگیم امرو کار بری تو گیره همون تو که فکر کنی کار مگیره یعنی امروز اگه کار تو حل نکنی یک بیستی داری 20 ریپیه دیگه گلک جو 20 ریپیه نه 20 ریپیه نیست بشن سنجبت میشم سرم نمیشون چی فایده 30 روپیه نه 40 روپیه 110 است ده بالا تو بیا یک دقیقه پیس بی هم باشه پیس بی بکل 50 نه 60 گلک جو بیا یک دقیقه 110 بیا لالا جگر بیا برو آرمت بیا چه کار کنم چیه 110 خونی آخیره نه یعنی یک دهی هم کم نمیکنی نه 2 تا فرش بیشتر باشه نمیشیرم واسه مادر شما اون روزم به من گفتک و تو 30 ریپه میدم برفته 5 تا کمپلرم اضافی بیارده خودی 2 تا فرشا 110 تو قبول با تا گوش تو چند تا فرش نه فرش نیه امرو دگه کپی گیلک جو فرشوی نیه خب من خودم این خسوربری خود جنجال کردم این موتور خود میاره به یک جای استاده میکنه خب میری این موتور از ایرور میداری میاری بریمه به کل 110 امو 10 بالا موتور ایرور میداری میاری روشن نمیکنی با دست خود نمیاری فقط یک شمی بزن که همین موتور از به دستم برسه خب اشته بیارم دیگه روشن نکنم با دست خود نیارم خب پس اون با بالای فرغون بیارم چی بیارم گیلک جو خود تو میفهمی اگه تو موتور روشن کنی مردم صدا موتور میشنوه اگر مثلا با دست خود بیاری رد تایری و معلوم میشه نام خدا تنی تو عمال سکو تو عمال تو میتونی همین دیوال چپه کنی کاری بکن موتور بم کفت خو کو سی و سالم بیار با دستم بده کفت خو کنم اگر کسی رد تور نگرفته و همین کارخور مقبول انجام دادی بیخکول همین 90 روپه دیگه هم میگذارم بمروی و بشه که 200 روپه امروز که بتونی هم ساندویچ بستونی هم بری خو مثلا میوه بستونی هم انرژی 200 باشه نبستن اصلا جبه نه من میره به من مرغ میخوره بیخکول ببر بری تو مرغ جوجه عجم و بازا جوجه امروز همی کار نکنی با حقمه ای تا بفهم خو انال ماما جبار انال خود رد تایر سکیل معلوم نشه رد لنگام که معلوم میشه لنگام خود لنگه دیگه کوشا خور بدر کو پالق بیا رد خور ریگا میخله لیگا و کفا ما بخله با پولا شفاخانه میدیم پولا شفاخانه وقتی که طرف میره به سرگذر یک کارگری میگیره کارگر مگر کار به مقبولی انجام ده پس من این پول به خاطر چی بری تو میدم 110 گفتی خودتون 90 هم طرف من بشه 200 پس من 200 به خاطر چی میدم دیگه بری تو میرم خلاص برای نشاندم کجایه دل و جان باشه که کار مقبول انجام میدی بیا جگره بیا دیگه جو اونو سکیله میبینی؟ اون اینجا گاهه انمو سکیله دیگه انمونه انمو رو وردار بده دیگه کانی هم 110 روپی تو نه دیگه گفتن 200 دیگه بیخکول 90 هم بالا برو بخیر گیلک جو کسی طور نبینه دیگه کسی طور نبینه سکنی شما چه شما اینجا ما این پیریداری کنیم خوبه شما پیریداری کنیم من مثلا چیز لستی پتو خورم بده کیف تا کنم پتو خور بگی برو دیگه گیلک جو من پیریداری میکنم اگر مثلا کسمه یا مد خو اشپول میکنم به اشپول کو میفهمی اشپول چی اشپول بچه دیگه همین فرار شدم خب بچه دیگه خب
وردار تکه ها وردار یعنی شیر مادرتو نوش جانتو که با کفت خود کردی چشمانتو با تعدیل به بالا کو من چشمتو رو بکردم از رو آفرین دیشانه بچلم تو گلنگ آی گلنگ وای ما ناز دلبر بلبل مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه آی یا صبر کو بیامده صبر کو که من تا کنم صبر کو چی رقمه گردنم بند باشه شما مرو میز زین میشیشتیم کاش میکردم شما یعنی نام خدا امروز همه تا کاری به من کردی که واقعیت کسی کتور ندید نه بابا هیچکی حتی گلنگ هم بخوندم گفتم مردم شک و شک نکنه خوب کردی خیر بینی خب بیا در خونه که پولات رو باز بودم نقدیه گله جا حال پول خود بینی بیا در خونه که پولات رو بودم خوبه هماله برو از کنار زمین ها برو ما از ایران شما اینجا دیگه روشن نکنی نه بابا دست خونه برو بله خداحافظ چاش چی داره چاش قرمه کچالی مایم چشماتو با تا دیلم که امروز تو تونستی یک کار به حق بکنی و تو درس بودن خسور بوده که ایرون بمونی موتور تو بر بیام اکنار زمین ها بیایی گیلک جو اکنار زمین ها بیایی برو آرم نه این سکل چی شو؟ آخه من که همینجا بد دیشته بودم بابا ما تا به اون سر پر رفتم بیامدم سکل درگ نداره کجا برده باشه؟ کی برده باشه این؟ خدا تو در و در کنه که از ما آدم غریب بیچاره بیامده این سکل به زیر پا مر بریستی ببردی الان من چی رقمه ایتا برم من مگاره میتونی با تا دی برم چیکار کنم کجا با پولم ماله بابا کمی وقتر میامدی دیگه چی وقت رو شده که تو اومدی من تا برفتم سولارار دادم آماده کردم بیامدم سعی میکنم سکل نیه چی بابا من چی میفهمم که کدو خدا ناترس بیامده سکل برداشته ببرده برفتم راست چی سکل بابا ببردم سکل مادر تو مرگ مفاجاه بگیره که تو کمی وقتر بیدار کنه خب سکل با کجا استاد کنه بابا جان با جا هر روز من میارم با تمام زمینون استاد میکنم میرم سولارار در میدم رو برا میکنم امروز میرم استاد کردم براتون سولارار در دادم بیامدم سعی میکنم سکل منیه از این رای کمدی نبود کسی به جلو تو الان من کجا رو بپالم چتا کنم اشته بیده بابا اما قلف کیبلی نندخته بیدی نه بابا قلف کیبلی ما به سرا پرتو کرده بودم یاد ما برفته بود خب ما هر روز سکل ما به اینجا گذشته کسی نمیبرد تاله اشته شده که امروز ما سکل بگذاشتم ما تابرتون سولارار در دادم آمدم ببردم البته بابا ما بردم که به من میگی حالا من به تو نمیگم میگم میگم یعنی هر روز اینجا گذشته بود اصلا کسی به طرف سل نمیکرد امروز اشته شد که ما تابرتون سولارار در دادم میرم ببردم یک کار کن تو برو به سر زمینا برو که ما برم بگردم پیدا کنم دیگه خوبه اینجا استادان چی فایده داره به پیش تو استنیرم از اون خیلی سلامت چی گپاه چند سا بعد مولالا سکل مر بردم سکل تو برگو از کجا از سر زمین طول من تو کار به عمر ندیده بودم به سر زمین دیگه نصیب می تو بوده اشته بوده که سکل تو از سر زمین ببرن کجا استاد کرده بودی سکل بیا آوردم به سر زمین استاد کردم هر روز من میارم اینجا استاد میکنم امروز نبوده میارم اینجا استاد میکنم میرم به سر زمین میرم امروز هم بیا آوردم اینجا استاد کردم براتون تا سولارار در دادم بیامدم سعی کردم خدا بده سکل ببردم تو نفهمیدی که کی برد سکل یا متوجه نشدی اصلا اگه من متوجه میشم چه خبر داری از ما با کجاه با اون سر باغچه خب من بیدم باغچه گذاشته بودم من براتون با آخر باغچه رفتم دیگه من سل نکردم پشت سر که ازم رد مکی داخل شدی سکل بعد والا ایت حالت ما با تو بگم خب بعد نگه سوال امیت ایرفهی شده جوزی که امیت استاد بشی دستی که به شاک سکل گریفته باشه دست تو امیت خطا میده نمیتونی سکل میبره لالا رمضان راست میگی ولی به منطقه ما و شما تالی تا گپا نشده بوده ایتا کارا نشده بوده
ازی به زور میشه دیگه لالا، خیلی هنر نداره. سکل یک لینی داره، با پنجی خور میتونی کش کنی، قلم کنی. اون تیرو میکنم میبرم. خب با تو چرا اون به سر چون نبردی خود پیش سولرا؟ اشته به سر چا میبردم، بالا پلوشا شیلی هم سکل میره. مجبورم به تمامی پخلی بگذارم همینجا برم به سر باغچه برم. راست میگی. خب خیره دیگه، حالا بگر رد نگرفتی رد تایر که به کجا رفته؟ اصلا لالا چی به تو بگم، به خود هم اعصاب به خود از کار افتاده. باور بکن من طول همین واقعی من آماده بسر. حالا دیگه فقط میگی تو حالا به زندگی کسی از امید یا دوزی نکرده که تو حالا بشنیدی تعجب میگین. سکل احترامانه به دوست بخدیشتی خود تو برفتی به او بر 2 کیلومتر را به او بر رفتی دیگه او بچه نادونی هم باشه میبره دیگه. اگه میشه که دست کس ماچی دیدی باور بگم مربوستون که من تو او مرتل ما تو نفر شیشته که بیایم به رادیو.